فکر میکنید عجیب ترین چیزی که تا به الان در یک بیمارستان گم شده چی میتونه باشه؟ یک وسیله گرون قیمت یا یک پرونده پزشکی؟ اما عجیب ترین چیز شاید قلب یک انسان باشه. این داستان عجیب و واقعی در سال 2004 در شهر هیوستن تگزاس اتفاق میفته. مردی به نام جری کارسول برای یک مشکل ساده یعنی سنگ کلیه به بیمارستان مراجعه میکنه، اما تنها چند ساعت بعد جسد بیجونش رو روی یک تخت بیمارستان پیدا میکنن. همسرش لیندا به مرگ ناگهانی جری مشکوک بود. او فکر میکرد ممکنه پای یک داروی اشتباهی وسط باشه. برای همین درخواست یک کالبد شکافی مستقل کرد تا حقیقت روشن بشه. اما بیمارستان کار دیگه ای کرد. کالبد شکافی انجام شد، ولی نه توسط یک مرکز مستقل. حدس بزنید چه آزمایش رو فراموش کردن؟ دقیقاً همون چیزی که میتونست همه چیز رو مشخص کنه، آزمایش سمشناسی. اما این تازه اول ماجراست. لیندا متوجه شد که پزشک کالبد شکاف قلب همسرش رو بدون اجازه از بدنش خارج کرده. بیمارستان هم از پس دادن قلب امتناع می کرد و می گفت این قلب ثابت میکنه جری در اثر حمله قلبی مرده. بعد از یک دعوای حقیقی طولانی بالاخره دادگاه دستور داد که قلب به لیندا برگردونده بشه. لیندا قلب رو به یک زیستشناس متخصص فرستاد و جوابی که گرفت همه را شوکه کرد. متخصص اعلام کرد که این قلب هیچ DNA انسانی نداره. دو احتمال وجود داشت: یا روش نگهداری DNA را از بین برده بود، یا اون قلب اصلاً انسانی نبود. لیندا با این مدرک تکان دهنده به دادگاه رفت. هم برای قصور پزشکی و هم برای کلاهبرداری شکایت کرد و در دادگاه اول برنده شد و $2,000,000 جریمه برای بیمارستان تعیین شد. اما داستان اینجا تموم نشد. بیش از 1 دهه بعد از مرگ جری، پرونده به دیوان عالی تگزاس رسید. دادگاه عالی با استناد به یکی از سختگیرانه ترین قوانین پزشکی در آمریکا رأی رو کاملا برگردوند. دادگاه عالی گفت شکایت لیندا یک ادعای درمانی محسوب میشه و چون اون بعد از مهلت 2 ساله شکایت کرده، پروندهش برای همیشه بسته شده. مهم نبود قلب کجاست، مهم نبود چه اتفاقی افتاده، فقط قانون خشک و بیروح اجرا شد. و اینطوری شد که پرونده مرگ جری کارسول و قلب رازآلودش برای همیشه در تاریخ قانون تگزاس پایگانی شد. یک داستان عجیب که نشون میده گاهی وقتها حقیقت از داستانهای تخیلی هم ترسناک تره.